درود به همه شما حرفه‌ای‌های عزیز. با ویدیوی دیگه در خدمت شما دوستان عزیزم هستم. من مرتضی قاسمی و اینجا چنل شما چنل حرفه‌ایه. اگه خاطرتون باشه یه پاور بانکی داشتیم که قبلا گفتم که چه بلایی سرش اومد. اگر ندیدید اون ویدیو رو حتما از این گوشه یا این قسمت یکی از این دو جا براتون ویدیوشو میذارم که ببینید و چه اتفاقی براش افتاد و توی نگهداری پاور بانکتون دقت بکنید. و ما دقت نکردیم و پاور بانکمون به این حالت در اومد. این پاور بانک وریتی 10,000 میلی آمپر هست، مدل PA116B که 1 سال پیش این بلا سرش اومد و از اون موقع من انداختمش کنار، دیگه کاری به کارش نداشتم تا اینکه گفتم هم بیام یه ویدیو برای شما بگیرم هم بگم که اگر پاور بانک شما هم همچین بلایی سرش اومد میشه اون رو راهش انداخت و دوباره استفاده کرد. یکی از راهاش اینه که برید عین همین باتری رو که اطلاعاتش روی این قسمت درج شده برید بخرید، جایگزین بکنید، یا اگر نمیخواد میتونید این باتری رو جدا بکنید و از همون تک باتری سالمش برید استفاده بکنید. حالا پاور بانک من 2 تا باتری این شکلی داره، شاید پاور بانک شما از اون باتری قلمی مانندی هست که کنار هم به هم لحیم شده. امروز میخوایم که اینو با هم راش بندازیم. با من همراه باشید. اگر لایک کنید، سابسکرایب هم بکنید ممنونم. خب وسایل مورد نیازی که نیاز داریم برای این تعمیرکاری یه دونه حویه است، سیم لحیم، روغن لحیم. حویه‌مون رو به برق وصل میکنیم تا گرم بشه. فقط کافیه که من این سیما رو همونطور که هست از این باتری جدا بکنم و فقط به همون باتری که سالم هست وصل بکنم و ببندمش، یعنی هیچ کار سختی نداره. خب و تمام. حالا تستش بکنیم ببینیم که کار میده. همونجور که میبینید چراغاش روشن میشه. اوکی، حداقل از نصف ظرفیت پاور بانکمون میتونیم الان استفاده بکنیم. بهتر از اینه که همون گوشه بیکار افتاده باشه. و حالا فقط کافیه که چیکارش کنیم؟ سر جاش قرارش بدیم، چسبش رو محکم کنیم. این قسمت مواظب باشید که این اتصالات به بردش نچسبه. من اینجا بهتون نشون بدم. اینا رو برگردونید که به برد آسیبی نزنه. سر جاش قرارش بدیم و تمام. شما موفق شدین پاور بانکتون رو نجات بدید. حداقل نصف ظرفیتش که برام کار میکنه.
خب امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. کوتاه مختصر بهتون گفتم که چجوری بتونید پاور بانکتون رو راه بندازید مجدد و ازش استفاده بکنید. خب بعد از اینکه پاور بانکمون رو یکی از باتریاش رو در آوردیم، ببینیم که این باتریه توش چی داره. فقط این کار رو تو خونه شما انجام ندید. چسباشو باز کنم. ترکیده و الکترولیتش هم اومده بیرون. الان بوی اسید میده. یکی از قطباش در اومد. اینم اون یکی از قطبش. بوی وحشتناکی میده. شما این کار رو تو خونه تکرار نکنید. همطور که میبینید لایه به لایه اومدن و این باتری چون الان تقریبا 1 سال مونده و خوش شده، من بازش کردم که به شما نشونش بدم. همونطور که اینجا میبینید این قسمتش جدا میشه و اینا هم که تاثیر الکترولیتش روش مشخصه. اگر من اینو جدا بکنم، این صفحه عایقی هست که بینش قرار گرفته و اون دوتا فلز مانند الان اینجا اگر شما مشاهده بکنید تقریبا رنگ مس داره و این یکی هم که احتمالاً پلیمر هست. ترکیبش رو ننوشته که چیه، یون پلیمره یا اینکه فلزش چیه. آنود و کاتودی که توی این باتری هست. این طرفش هم ببینید. یکی حالت پلاستیک و کربن داره تقریبا اگر ببینید و این طرف هم که مس هست تقریبا فلز یا حالا یه فلز شبیه مس هست که من اینو جدا بکنم. این طرفش هم اینجا جایی بود که قطبش بهش وصل شده بود. اینجا هم همینطور یکی از قطبا به این وصل شده بود و یکی از قطبا به این یکی و این پلاستیک هم که عایق بین این دوتا بود و الکترولیتش هم که دیگه تقریبا خوش شده بود. اینها رد الکترولیتشه که میبینید اتفاق براش افتاده. تقریبا میشه گفت نیم متر، 1 متر، 1.5 متر
1.5 تا 2 متر از هر کدوم از این بوی شدیداً افتضاحی داره. خب اینم از که ببینیم توی باتری های چی هست. میبینید که خیلیش ریخت. اینم از باتری که دیگه به درد نمیخورد. لااقل شما متوجه شدید که الکترولیت که توی این باتری هست به چه شکله. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. ممنونم که توی کانال من سابسکرایب میکنید، زنگوله کنارش هم میزنید، لایک میکنید، یا اگر سوالی هست تو کامنت ها میپرسید، خودم حتما جواب میدم. و تا ویدیوی بعدی بدرود.